به به، درود و ارادت. خسرو هستم. تو دل اتاق شکارم. دقایق پیش استوری لایو گذاشتم رو لایو این اینستاگرام. در حال لایو شروع رفتنیم همین لحظه. امیدوارم تارگت به همین سرعت زده بشه. آقا مهدی حال میکنی شکارو؟ هنو نشده که اوه اندکی صبر، سحر نزدیک است. من و برادر 50 دقیقه است که تو اتاق شکار در حال شکاریم. چطوره مهدی؟ خوش میگذره. خوش میگذره. بله معلومه که دو برادر با هم خوش میگذرونن. اینم سیستم و دسکتاپ جذاب بنده. هیجان همچنان جاری است تو دل اتاق شکار خسرو. بچه‌هایی که تو دل اتاق شکار من هستن که بعد از این لایو قوی محکم میریم برای تدریس این پوزیشن که چرا از اون نقطه شکار شد، چی شد، این تمام این حرکت‌های اصلاحی رو دوام آوردیم و چی شد که به این نقطه رسیدیم و چه اتفاقی داره اینجا میفته تو این گره معاملاتی. فهم همه اینها به شما کمک میکنه که از استرستون کم شه و راحت‌تر بتونید معامله کنید. معامله‌گری کم استرس تو دل اتاق شکار خسرو. من وقتی که اون پایین بود نمیدونستم میخواد حتما تارگت بزنه، ولی لایو اومدم در کنار شما که بهتون نشون بدم که بدون استرس، بدون تنش، با خیال راحت تو دل اتاق شکار میشه شکار کرد. اینجا خیلی نقطه حساسیه به خاطر اینکه سقف ریجکت شد و کفمون ضعیفه. میتونه کف قوی ظاهر بشه و دوباره مارکت رو برگردونه به سمت بالا، ولی ما میبندیمش، کلوز فول میکنیم به دلیل اینکه سقف قیمتی ریجکت شده. با صدای جذاب بستن پوزیشن در کنار خسرو با 17,000 دلار سود. 3 2 1 حل. بسیار عالی. دقایقی از بستن پوزیشن ما میگذره. پوزیشنی که نزدیک به حوالی تارگت بستن میشه، به خاطر اینکه تشخیص دادم که داره ریجکت میشه و احتمال برگشتش هست. حالا اینجا رو ببینید. دقیقاً اینجا نقطه‌ایه که من بستمش. نزدیک تارگت تا یه مقدارش بالاتر پیش رفت و بوم. به این میگن نقطه زنی. یه مهارت دقیق تو نقطه ورود تا جایی که دیگه مارکت شل شد.